سلام درود خدمت تمام شما دوستان عزیز. امید که همه‌تان جور و صحتمند و سلامت باشین. باز هم خیلی خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. قبل از اینکه بخوایم این فرصت تحصیلی را با شما خوبان و عزیزان شریک بسازیم، ما شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که کانال ما را سابسکرایب کنید و با حمایتتان ما را یاری رسانید تا بتانیم فرصت های بهتر و همچنان برنامه های بهتری را با شما خوبان و عزیزان شریک بسازیم. دوستان عزیز، قرار است امروز یک فرصت تحصیلی دیگر را برای دانش آموزان به معرفی بگیریم. امید است که این فرصت تحصیلی برای دوستان عزیز ما مفید واقع گردد. جزئیات کامل ای بورسیه را قرار است با شما عزیزان شرح بدیم و همچنان مرحله ثبت نامش را هم در این ویدیو با شما خوبان و عزیزان شریک می‌سازیم. بورسیه از طرف دولت ترکیه اعلان شده و در مقطع دوره لیسه مکتب دانش آموز میپذیره. هزینهشان کاملا رایگان است و اشخاص واجد شرایط آقایان هست و یا پسران دوره مکتب میتونه واجد شرایط باشه و زبان تدریسی ای بورسیه هم به زبان ترکی و انگلیسی است. مدرک زبان نیاز نداره، بدون توفل و آیلتس ما میتونیم ثبت نام کنید و همچنان کشور واجد شرایط تمام کشورهای جهان بجز اشخاصی که در ترکیه زندگی میکنه یا اشخاصی که در ترکیه است واجد شرایط ای بورسیه بودن نمیتونه و همچنان کشور میزبان ترکیه هست. تاریخ شروعش 15 جنوری 2024 هست و تاریخ ختمش هم 29 فوریه 2024. نهاد برگزار کننده بنیاد دیانت یا همو مکتب امام خطیب هست و مزایای ای بورسیه هم مصارف صحی سالانه رو پرداخت میکنه، مجوز اقامت برای محصل میدهد، تیکت رفت و برگشت هوایی سالانه را پرداخت میکنه، هزینه‌اش را، سیر علمی و برنامه‌های تابستانی و زمستانی را اینا سپورت میکند و همچنان حمایت اکادمیک و آموزشی برای شخص فراهم میسازه. 3 وعده غذایشان را، مصارفشان را میدهد و لیلیه و محل بود و باش برشان تهیه میکند. دسترسی به کافتریا و کانتین را فراهم میکنه و همچنین کورس ها و برنامه های مختلف جهت رشد استعداد فردی داوطلب و دانش آموز خود اینا برگزار میکنه و همچنین ارزیابی مختصر بورس. شخص واجد شرایط باید ازدواج نکرده باشه و اشخاصی که میخواید به بورسیه ثبت نام کنه باید تاریخ تولدشان بعد از جنوری 2008 باشه، یعنی کسی که مثلا در سال 2007 تولد شده باشه یا مثلا در اواخر 2007 باشه نمیتونه واجد شرایط باشه و فیصدی نمرات شخص متقاضی باید بالای 70 یا مطابق در نمره دهی سیستم ترکیه باشد که باید از 8 بالاتر یا خود 8 باشد و همچنان شخصی واجد شرایط باید سالم باشه و مشکلات صحی نداشته باشه و همچنان خانوادهش در ترکیه نبوده باشد یا اقامه ترکیه را نداشته باشه و همچنان در این قسمت برای ما و شما مدارکش را خواسته. مدارکی برای ای نیاز است سرتیفیکت یا دیپلم دوره متوسطه را نیاز داره و همچنان ترانسکریپت صنف هشتم و مو سال آخرین سمستر آخرین دوره که اینا در مکتب خوانده اونا را نیاز داره و همچنان برای تذکره یا پاسپورت نیاز هست کاپیشان و همچنان یک گزارش صحی نیاز دارد. دیگه 6 قطعه عکس به سایز 4.5 در 6 باشه سایزش و همچنان کارت تولد را نیاز دارند برای ثبت نامش و همچنان رضایت نامه والدینش به خاطر بودن در ترکیه. این بود تمام اسناد و جزئیاتی که باید با عزیزان خود شریک بسازیم. خب دوستان عزیزی هم صفحهشان است و همچنان لینک ثبت نامش من در قسمت توضیحات میگذارم. عزیزانی که خواستن میتونند از قسمت توضیحات لینکش دریافت کنند و وارد این صفحه شوند. خب در این قسمت هم وقتی که ما وارد لینک شدیم برای ما توضیحات را ارائه کرده. فول فامیلی هست در این قسمت برای ما و شما گفته و همچنان اشخاص واجد شرایط یا جندرشون فقط میل هست و همچنان دیگری یا مقطع تحصیلشون اسکول هست و در این قسمت های پایین ما بیم هم جزئیات و توضیحاتش زیاد هست. مثلا در این قسمت opportunity descriptionش هست. در این قسمت اگر خواستین راجع به خودمی ترکیش دیانت فاوندیشن معلومات خواستین یا TDF در این قسمت میتونید بالای لینک کلیک کنید و
جزئیات کاملش را میتونید در این سایت نگاه کنید. خب اکثر جزئیات را با شما از آن شریک ساختم. در این قسمت برای ما و شما مثلا دوره خود اینترویو و همچنان مراحل انتخابشان را اینا را کلا برای ما و شما در این قسمت بیان کردم که ما یک مقدار اینا رو با شما خوبان و عزیزان شریک ساختم و همچنان در این قسمت بعضی توضیحات دیگه دادم، مثلا فواید امی بورسیه را که برای دوره مکتب مانده در این قسمت برای ما و شما گفتم مثلا چی ویژگی یار داره و چی سهولت ها را در اختیار محصلین خود اینا قرار میده. خب در این قسمت میتونیم تمام اینا رو بخونیم و همچنان در این قسمت برای ما و شما مو اشخاص واجد شرایط را گفته که مثلا ما در این قسمت گفتیم not married، یعنی ازدواج نکرده باشه، شهروندی ترکیه را نداشته باشه و همچنان سنشان باید در این قسمت گفته after 1 جنوری 2028 و در این قسمت برای ما و شما مشخص کردیم که اینا رو ما با شما خوبان و عزیزان شریک ساختیم. خب در این قسمت برای ما میتونیم گفته how to apply در قسمت میم و در بالای apply now کلیک میکنیم. وقتی در بالای apply now کلیک کنیم همچون صفحه برای ما شما ظاهر میشه. خب در قسمت وقتی صفحه ظاهر میشه قبل از اینکه ما و شما بخوایم اگر حساب داشتیم خب مستقیم ایمیل آدرس و مو یوزرنیم خود را وارد ایمیل آدرس را وارد کنیم همراه با پسورد مستقیم میتونیم ثبت نام کنیم، ولی چون ما تا هنوز حساب نساختیم قبل از اینکه بخوایم وارد این مرحله شیم باید برای خود حساب بسازیم. خب دوستا این صفحه برای ما و شما ظاهر شده، صفحه لاگین هسته و همچنین به خاطر از اینکه بتونیم راحت‌تر لینک صفحه بورسیه دیانت را پیدا کنیم در گوگل میم در قسمت دیانت بورسلری کلیک میکنیم و سرچ میزنیم. وقتی دیانت بورسلری سرچ زدیم اولین صفحه رو باز میکنیم و زمانی که صفحه رو باز کردیم در قسمت هم توضیحات زیادی وجود داره راجع به سایت بورسیه دیانت. در قسمت کلا برای ما و شما اینا در ترکیه هست، میتونید در پرژن هم کلیک کنید با ترجمه میشه و همچنین میتونید انگلیسی هم اینا رو کنید. خب تمام توضیحات و مشخصات از زیر ما برای شما ارائه کردیم. در قسمت برای ما و شما میگه زمانش مثلا 28 روز و 21 ساعت و 12 دقیقه و 33 ثانیه مانده. در قسمت ثانیش در حال تغییر است. میتونید از این قسمت هم سایتش پیدا کنید و ثبت نام کنید. خب ما و شما چون لینکش داریم مستقیم در قسمت ثبت نام میکنیم. خب به خاطر از اینکه ما بخوایم حساب بسازیم چون من تا هنوز حساب ندارم و نمیتونم ایمیل آدرس و پسورد وارد کنم، در این قسمت بالای ساین اپ میم و در بالای ساین اپ کلیک میکنیم تا صفحه ثبت نام برای ما شما باز شود. خب در این قسمت برای ما صفحه ظاهر شده و همچنین در این قسمت نشنالیتیز در این قسمت باید ما ملیت خود را انتخاب کنیم، مثلا افغانستان رو ما انتخاب میکنم و همچنین آیدنتیتی کارت هسته. در این قسمت شماره تذکره میزنید، مثلا ما یک شماره تذکره میزنیم 400 مثلا 52 300 یا 500 یا مثلا 25 212 مثلا همچنین شماره تذکره رو میزنید. شما کوشش کنید شماره تذکره دقیق تان رو بزنید و همچنین در قسمت نامتون رو نوشته میکنید. مثلا ما نوشته میکنیم علی. در قسمت علی نوشته کردیم. سکند نیم اگر داشت نوشته میکنید، نداشت مشکل نداره. مثلا ما در قسمت نوشته میکنیم احمدی. بعد از این مرحله در این قسمت میم جندرتان رو انتخاب میکنید، میل انتخاب میکنیم و همچنان بردی دیت هست تاریخ تولد. مثلا تاریخ تولد خود از این قسمت میم سالش انتخاب میکنیم، مثلا ما سالش را بریم انتخاب کنیم 2009 میگیریم و همچنان فبروری میگیریم مثلا 24. بعد در این قسمت میم کانتری کشوری که دو تولد شده رو انتخاب میکنید، ما افغانستان رو انتخاب میکنیم و همچنان بر سیتی شهرش را انتخاب میکنید کدام شهر. مثلا ما در این قسمت کابل را انتخاب میکنیم یا میتونیم هر ولایت دیگه شما دو تولد شد مثلا ما بلخ را انتخاب میکنیم و همچنان در این قسمت ایمیل آدرستون رو باید نوشته کنید که در او پیامه. خب در قسمت ما ایمیل آدرس خود را نوشته میکنیم و همچنان در این قسمت برای ما شما گفته فون نمبرتان اول باید از این قسمت کشورتان را انتخاب کنید. خب در این قسمت ما کشور خود را انتخاب میکنیم، افغانستان را باید پیدا کنیم و در این قسمت افغانستان برای ما شما پیدا شد. بعد شماره تماس مثلا ما نوشته میکنیم 78 80 80 مثلا 19 374 یک شماره را به صورت پیش فرض میتونید شما شماره دقیقتون را بمانید. و همچنان در این بخش گفته سیکرت کویشن هست. سوال این سوال بسیار مهم است، احتمال داره که اگر مثلا شما پاسپورت زیادتان برای میتونید سوالتون رو
توسط همین کد امنیتی میتونید دوباره پیدا کنید. مثلا در قسمت گفته which city were you born in. در قسمت مثلا گفته در کدام شهر شما تولد شدید، مثلا ما اینجا بلخ رو استفاده کردیم، خب بلخ رو نوشته میکنیم. در قسمت کد امنیتی ما هم شد. و در قسمت پسوردتان را باید خیلی بالا باشه و همچنین برای ما شما خود گوگل یک پسورد پیشفرض انتخاب میکنم. مثلا ما امیر انتخاب میکنیم و همچنین این را کپی میگیریم پیش خود قید میکنیم تا زیاد ما نرود. توسط شما کوشش کنید خودتان پسورد نوشته کنید و اگر نتونستین میتونید از همون پسورد پیشنهادی خود گوگل هم استفاده کنید. و همچنین در قسمت موافقتنامه را تایید میکنید تا بتونید ثبت نام کنید. و در قسمت بالای رجیستر کلیک میکنیم. خب در این قسمت گفته همین ثبت نام شما به صورت موفقانه انجام شده و ما باید بریم در قسمت ایمیل خود و این را تایید کنیم. خب بالا ایمیل خود مییم و همچنین در این قسمت میبینیم که در ایمیل ما شما پیام آمده. خب در این قسمت بالاش کلیک میکنیم و میبینیم که ایمیل از طرف دیانت بورسلری آمده. خب در این قسمت مییم و تایید میکنیم ایمیل خود را. خب در این قسمت آمده please click the link و همچنین در قسمت کانفرم بالاش کلیک میکنیم. یا بالای کانفرم کلیک کنید یا میتونید در بالای ایلین کلیک کنید و ادامه ثبت نامتون رو انجام بدید. خب ما بالای کانفرم کلیک میکنیم. خب در این قسمت این صفحه برای ما شما ظاهر شده و میبینید که ایمیل آدرس ما به صورت پیشفرض آمده، اما پسورد چه میخوایم؟ پسورد چی بود؟ خب پسورد خود ما کپی گرفته بودیم، پسورد رو پیست میکنیم و همچنین در قسمت دیگه بزنیم. بعد از اینکه لاگین شویم دوباره میتونیم اکانت خود یا حسابی که ایجاد کردیم دسترسی پیدا کنیم. و همچنین در قسمت برای ما و شما فورگات پسورد داره که اگر احتمال داره مثلا پسورد خود رو فراموش کنیم میتونیم در قسمت ازش استفاده کنیم. خب ما لاگین میزنیم و همچنان در این قسمت میبینید که وارد این صفحه شدیم و در این قسمت پروفایل ما را نمایش میده که میتونیم کلا اینا را کار کنیم. خب دوستان عزیز، وقتی که ما در این صفحه وارد شدیم، برای ما در این قسمت علائمی تیک چلپا یا مثلا علامه هشدار داره باید تمام اینا تکمیل شود و تیک سبز بخوره. در این قسمت مثلا بخش پروفایل هست، مای فامیلی انفورمیشن هست، مای کانتکتس هست، مای ورک اکسپریانس هست. بعضی از اختیاری هست، مثلا در این قسمت مای ورک اکسپریانس اختیاری هست، مای کانتری اکسپریانس در این قسمت هم برای ما شما اختیاری است و قسمت هایی که با تیک نمایش داده شده باید الزامی است ما پر کنیم. خب بخش اول را ما آغاز میکنیم، بخش مای پروفایل هست، بالای مای پروفایل کلیک میکنیم و از قسمت پروفایل شروع میکنیم تا ما ثبت نام خود را آماده کنیم. خب دوستا در این قسمت مای پروفایل ما را نمایش میده، تمام مشخصات مای پروفایل را و بعض مشخصات را ما در اول در مرحله ثبت نام و ساختن حساب بر خود ساخته، مثل لاست نیم و مثلا سورنیم و همچنان برت هاف و همچنین در این قسمت بعض مشخصات را ما اضافه کردیم. خب میتونیم در این قسمت ما از بخش مرتالی ست بیم سنگل باشه و همچنین یک تصویر را انتخاب میکنیم. خب دوستان در این قسمت باید ما فایل خود را انتخاب کنیم یا مو تصویر خود را. در این قسمت برای ما شما هم گفته باید فایل ما به فرمتی JPG باشه، PNG باشه و همچنان سایز را گفته کمتر از حداقل 5 MB باشه، از بالا نباشه. در این قسمت میتونیم چوز فایل کلیک کنیم و هر جایی که تصویر داشتیم تصویر خود را میریم انتخاب میکنیم. خب دوستان در این قسمت تصویر ما آمده و تصویرم چون بزرگ است تصویر خود را در این قسمت میتونیم تنظیم کنیم به همین حالت باشه و تصویر خود را زمانی که انتخاب کردیم بخش پایین مییم و بالای سیو کلیک میکنیم. منتظر میمونید تا تصویر ما در این قسمت تایید شود. و همچنان در این بخش آمده بخش معلومات در مورد دین ما خواسته، مثلا ما اسلام را میزنیم و در این قسمت سکت مذهب ما چی هست، شیعه، سنی، هر کدام از این بود، مثلا ما شیعه انتخاب میکنیم و همچنان در این قسمت قوم یا ملیت را انتخاب میکنیم، ما مثلا هزاره میزنیم. خب دوستان در این قسمت میتونیم امو هزاره را انتخاب میکنیم. در این قسمت هزاره، در این قسمت بالای هزاره کلیک میکنیم و در این قسمت قومیت خود را متناسب انتخاب کنیم. و بخش بعدی می گفته سی وی، اگر سی وی داشتید در این قسمت اضافه میکنید، اگر نداشتید مشکل نداره. خب بخش بعدی هست آیدنتی انفورمیشن هست، اما شماره
شناسنامه تان را اضافه میکنید. create new identify information در قسمت اگر ما کلیک کنیم در قسمت بالای اد کلیک میکنیم و ادیت میزنیم. خب در قسمت داره مثلا ما تذکره خود را انتخاب کردیم و این را اضافه کردیم. در قسمت اگر خواستین یک دکومنت دیگه اضافه کنید بالایش کلیک میکنید و در قسمت باید همون فایل خود را اضافه کنید به فرمتش. باید به اساس PDF JPG اینا باشه. اسکن تذکرهتون را اضافه میکنید. خب ما در قسمت مثلا دوباره میره به عنوان اسکن تذکره خودم استفاده میکنیم و در قسمت بالایش سیو کلیک میکنیم. در قسمت منتظر باشیم تا فایل ما آپلود شود. خب در قسمت دیدین ما تانست موافقانه تا تذکره خود را هم اضافه کنیم و بالای سیو کلیک میکنیم. در قسمت میگه آیا مطمئن هستین که تغییرات ذخیره شد؟ ما میگیم یس. و در قسمت ما تانستیم تذکره خود را اضافه کنیم و بخش بعدیشی سوشال میدیا هست. میتونید سوشال میدیایتان هم تغییرات بیارین. فقط سوشال میدیا را نامش انتخاب میکنید. مثلا ما فیسبوک، اینستاگرام، هر برنامه رو خواستین در قسمت یو آر ال همو لینک صفحات مجازی تان اضافه میکنید که ما این کار نداریم. خب دوستا در قسمت دیدیم که ما مشخصات خود از زمانی که ما وارد کردیم سیو را کلیک میکنیم تا مشخصات ما ذخیره شود و همچنان در قسمت یک اضافه شد و بخش بعدیش هست مای فامیلی انفورمیشن. بالای گزینه کلیک میکنیم. خب در قسمت مای فامیلی انفورمیشن آمده. اد نیو فامیلی انفورمیشن بالایش کلیک میکنید و در قسمت از فامیلتان اعضایش انتخاب میکنید کی باشه. مثلا ما میگیم فادر باشه یا پارتنر باشه. ما میگیم فادر باشه و در قسمت نامش رو ذکر میکنیم. مثلا ما نمیشم دوباره احمدی نوشته میکنیم و همچنان تاریخ تولدش رو وارد میکنیم. در قسمت مثلا ما تاریخ تولدش رو میریم انتخاب میکنیم. خب تاریخ تولدش در قسمت اضافه کردیم و اگر امو درآمد ماهوارتان رو اضافه میکنید ما در قسمت مثلا درآمدتان چقدر است. ما میگیم ما مثلا 500 تا 500 و در قسمت مانی تایپ پولتان به اساس چی هست؟ لیره هست، یورو هست و یا مثلا ما میگیم دلار باشه. خب در قسمت دیره کلیک میکنیم. خب دوباره در قسمت باز اعضای فامیل خود اضافه میکنیم. مثلا مادر خود اضافه میکنیم. در قسمت نامش مثلا زهرا میمانیم. با تخلص احمدی تاریخ تولدش میمانیم. تاریخ تولدش را انتخاب میکنیم و در قسمت درآمدتان میزان درآمدتان انتخاب میکنید. در قسمت واحد پولیتان را انتخاب میکنید و در قسمت دیره سیو میزنید. خب در قسمت ببینید تیکش اضافه شد. میتونید تمام اعضای فامیلتون را اضافه کنید. در قسمت میتونیم اعضای فامیل ما چند نفر است؟ 10 نفر است، 5 نفر است، کلی هزار میتونید یا مثلا میتونید در قسمت بالای سی دیلیت کنید یا ادیت کنید. و بخش بعدی است مای کانتکت هست. در قسمت بالای زی کلیک میکنید و این بخش را خانه پوری میکنید. خب دوستا در قسمت بخش کانتکت ما هست. در قسمت کرییت نیو کانتکت کلیک میکنیم و جزئیات خود را وارد میکنیم. خب در قسمت برای ما و شما مشخصات خودتان را وارد کردین. مثلا فامیل خود را وارد کردین و شماره تماس باز هم شماره تماس خواسته. شماره تماس دومی در قسمت ما باید افغانستان را پیدا کنیم و شماره بعدی خود را اضافه کنیم. خب در قسمت افغانستان را اضافه میکنیم و باز هم یک شماره دیگه. خب همچون شماره اضافه کردیم و دوباره در قسمت شماره دیگه هم خواسته. در قسمت دوباره شماره خود را اضافه میکنیم. خب در قسمت شماره خود را اضافه کردیم و دوباره اگه ایمیل آدرس خواسته دوباره ما مثلا ایمیل آدرس خود در قسمت وارد میکنیم. مثلا در قسمت ما ایمیل آدرس خود را دوباره اضافه کردیم و بعد بخش بعدی قرار است با هم دیگه کار کنیم. بخش کشور است. کشور خود را انتخاب میکنین و بعد از اون شهر خود را انتخاب میکنین. در کدام شهر؟ مثلا ما بلخ میگیم. خب در قسمت بعد مشخصات راجع به سرک و ساختمان چیزایتون رو وارد میکنید. در قسمت جزئیات دقیقتان رو خودتون وارد کنید. هر جزئیاتی که بود. خب بخش بعدیش از پستال کد هست یا زیپ کد. خب ما میتونیم در قسمت بریم در گوگل در قسمت سرچ بزنیم زیپ کد. زیپ کد مثلا مزار شریف.
در قسمت زیپ کد مزار میزنیم. در قسمت برای ما و شما اپدیت دو زیپ کد ما رو نمایش میده. خب میتونیم در قسمت زیپ کد خود را هم اپدیت دو انتخاب کنیم. اپدیت دو. و همچنان در قسمت امو تاریخ بوده باشتان را در ولایت چقدر دیر میشه. مثلا ما میگیم مثلا 2000 یا 2018 آمده، مثلا در این تاریخ آمدیم در این مزار و فعلا هم در قسمت هستیم. در قسمت بالای سیف کلیک میکنیم و در قسمت مشخصات ما هم ذخیره شد. بعد بخش مای هلت میم، در بخش مای ورک اکسپریانس ایش اختیاری است، اگر خواستین پر میکنید، نخواستید مشکل نداره. در قسمت میتونید کرییت نیو ورک اکسپریانس بزنید و در قسمت مشخصات خود را وارد میکنیم که اختیاری است، اگر خواستین میتونید پر کنید و اگر نخواستید مشکل نداره. در قسمت مثلا ورک تایپ تان کارتان چی بوده، پارت تایم بوده، فول تایم بوده. مثلا ما میگیم پارت تایم هست، کمپانی نیمش نوشته میکنید، مثلا ما RAGC نوشته میکنیم و در قسمت کشور خود را انتخاب میکنید کدام کشور بوده. ما مثلا افغانستان را میگیم، شهرتان کدام شهر بوده و در قسمت شهر خود را انتخاب میکنیم و همچنان در قسمت تاریخش را ذکر میکنید. در قسمت هم تاریخ ختم اینا را ذکر میکنید کلا. در قسمت توضیحات میدین راجع در کارتان و در قسمت هم امو وظیفه تان چی کار بوده، شما دقیقاً وظیفه خود را ذکر میکنید که شما چی کار بودین. در قسمت مثلا ما میگیم هر کدام از اینا که شما بودین، مثلا میگیم دیزاینر بودیم و همچنان در قسمت بیزنس تایتل چی کار بوده، مثلا هر کدام از بود، مثلا ما میگیم گاورمنت بوده. در قسمت بالای کلیک میکنیم و همچنان در قسمت اگر کدام اسناد دیگر داشتین اضافه میکنیم. در قسمت گفته create a new document for document، در قسمت میتونید اگر خواستین دوباره اضافه کنید و مو یا سی وی که دارین در قسمت میتونید سی وی تون اضافه کنید. این اختیاری بود که اگر خواستین اضافه کنید، نخواستید مشکل نداره. خب در قسمت در حال آپلود است، ما منتظر میمونیم تا فایل ما آپلود شه. خب در قسمت تمام مشخصات ما اضافه شد و در قسمت باز هم بالای سیف کلیک میکنیم. خب در قسمت بالای آریشور کلیک میکنیم، میگیم بله. خب در قسمت معلومات کاری ما اضافه شده و بخش بعدی بخش معلومات صحی است که در بالای کلیک میکنیم و در قسمت create new health بالایش کلیک میکنیم. در این قسمت مشخصات در مورد این لایف مشخصات را وارد میکنیم. آیا مثلا مشکلات صحی چیزا داره نداره، مثلا دیسیبیلیتی چیزا داره یا نداشتین. در قسمت کلا میتونید مشخصاتون را اضافه کنید. مشخصات صحی خود که آمدین در قسمت این لایف را کلیک میکنید که من زنده هستم و در قسمت دیسیبیلیتی هم که نداریم. در قسمت از دیسیبیلیتی در قسمت میتونیم ما بگیم نو دیسیبیلیتی و همچنان گروپ خونیتان را انتخاب میکنیم، مثلا ما میگیم این گروپ خونی ما هست. و همچنان در قسمت اگر کدام دیسیبیلیتی یا هم دیسیبیلیتی داشتین در قسمت میتونید بالای تیک کلیک کنید و توضیحات در قسمت ارائه میکنید و اگر نداشتین مشکل نداره. خب در قسمت ما سیف کلیک میکنیم. در قسمت مشخصات خود رو میگیم ذخیره شد. خب دوستان در این قسمت فعلا ما میخوایم معلومات تحصیلی خود را اضافه کنیم، بالای گزینه کلیک میکنیم و همچنان در این قسمت ما میخوایم سکندری اسکول را بالایش کلیک میکنیم و در این قسمت مکتب خود را انتخاب میکنیم. ما آیا صنف 8 را خلاص کردیم یا نه، اگر خلاص کرده بودین گریجویت میزنید و اگر خلاص نکرده بودین کانتینیوس. ما گریجویت هستیم و در این قسمت شهرتان کشور خود را انتخاب میکنید که در کدام کشور تمام کردین و همچنان در این قسمت ولایت خود را انتخاب میکنید. بعد در این قسمت تمام مکاتبی که در ولایتتان هست اونا کلا نامش گرفته میشه. مثلا ما در این قسمت هر کدام از رو خواستیم میتونیم انتخاب کنیم. خب در این قسمت مثلا ما یکی از مکاتب را انتخاب میکنیم. مثلا شما کوشش کنید این را دقیق انتخاب کنید. مثلا ما این مکتب را انتخاب کردیم و در این قسمت فیصدی نمرات کشور ما به اساس 100 هست، ما 100 را انتخاب میکنیم. در این قسمت فیصدی که گرفتین مثلا ما میمونیم 98 و در این قسمت هم اشاریش چند است، مثلا اشاریش باشه و همچنان در این قسمت تاریخ شروع مکتبتان را ذکر میکنید که در کدام تاریخ شما مکتبتان را آغاز کردین و در این قسمت ما میگیم مثلا ما در سال 2000 یا هر سال را خواستین. در این قسمت میگیم مثلا سال خود را 2008 میگم شروع کردیم و در این قسمت مثلا این تاریخ را میمانیم و در این قسمت تاریخ ختمتان را هم همین تاریخ را میمانیم. و همچنان در این قسمت پایین که ما بیم بخش دیکامنت هست، برای ما از ما هم دیپلم را خواسته و همچنان ترانسکریپت را میتونیم هر کدام از اینا. مثلا ما در این قسمت دیپلم خود را وارد میکنیم
و همچنان ترانسکریپت امو نمرات 3 سالتون را. خب در قسمت ما را سیف میزنیم. خب در قسمت اسناد ما سیف شده و من میتونم دوباره در قسمت گفته آیا کدام دستاورد دیگه من اگر داشتن، اگر داشتن خب تیک میزنیم، اگر نداشت مشکل نداره، این رو سیف میزنیم و در قسمت سیف را کلیک میکنیم و معلومات تحصیلی ما هم در قسمت اضافه شد. و بخش بعدی هست مای لنگویج انفورمیشن، معلومات زبانتان را در قسمت بالاش کلیک میکنید و در قسمت بالای گزینه هم کلیک میکنید و معلومات زبانتان را علاوه میکنید. خب در قسمت معلومات زبان ما رو شما رو خواسته، در قسمت گفته زبان خود را انتخاب کنید. ما مثلا مادر تانگ را میمونیم و در قسمت زبان خود را انتخاب میکنید کدام زبان هست. ما مثلا زبان مادری خود را در این گزینه می‌بینید، در بخش از گزینه ها پیدا میکنیم. خب مثلا یکی از یا رو انتخاب میکنیم، این زبان ما هست و در قسمت لیول تان چه قسم است، مثلا ما میگیم بالا هست یا مثلا ادوانس انتخاب میکنیم. در قسمت بخش ریدینگ تان چه قسم است، بخش رایتینگ تان و همچنین بخش اسپیکینگ تان چه قسم است. در این قسمت باز هم میتونید مشخصات خود را کلا وارد کنید. خب لرنینگ لیول تان چی بوده، کورس خواندن یا مثلا خودتون یاد گرفتید، ما میگیم مای سلف. در این قسمت دیگه سیو کلیک میکنید. خب دوستان در قسمت هم سرتیفیکیت انفورمیشن است. اگر معلومات در مورد سرتیفیکیت خودم خواستین ارائه کنید میتونید در قسمت اضافه کنید و ما در قسمت نمیخوایم معلومات اضافه کنیم، مستقیم سیو میزنیم و در قسمت یس و در قسمت معلومات زبان ما هم اضافه شد. خب همچنان در این قسمت ما زبان مادری خود را اضافه کردیم و باز هم اگر خواستین زبان دیگه را اضافه کنید، در این قسمت مثلا ما میگیم زبان خارجی رو یاد داریم، مثلا در قسمت زبان خود انتخاب میکنیم کدام زبان، مثلا ما میگیم انگلیسی هست. در قسمت کلا اینا رو لیول بندی میکنیم و در قسمت میگیم به اساس چی یاد گرفتیم. خب در قسمت گفته لرنینگ کمپانی دمو ما گفتیم ما از کورس یاد گرفتیم، نامش میمونه. خب مثلا ما در قسمت نامش میمونه و این سیو میزنیم. زبان دوم رو هم تونستیم ما به راحتی اضافه کنیم. خب بخش های بعدی هست، اگر مثلا شما کدام اکتیویتی داشتید میتونید در قسمت معلومات را کنید یا مثلا آیا کدام اسکالرشیپ دیگر هم دریافت کردید یا نه. و مهمترین قسمت بخش مای رفرنس است که باید کسی که شما را توصیه میکنه یا به شما یک توصیه نامه نوشته میکنه در قسمت مشخصات اونا را وارد میکنید. در قسمت create new reference information در قسمت نامشان را و همراه با تخلصشون استفاده میکنید. مثلا ما نوشته میکنیم زمان علی زاده. خب در قسمت نامشان اضافه کردیم و در قسمت موبایلشان را شماره موبایلشان اضافه میکنیم. در قسمت کشور را انتخاب میکنیم. خب شماره موبایلشان را و در قسمت ایمیل آدرسشان اضافه میکنیم. خب در قسمت ما ایمیل آدرس را هم اضافه کردیم و در قسمت نام مکتب یا سازمان را اضافه میکنین. خب مثلا ما میگیم Working Institute، در این قسمت هم نام مکتب اضافه میکنیم و در این قسمت میگیم اونا چی کاره هستن. مثلا ما میگیم در این قسمت اونا معلم بودن یا هر کی خواستن. مثلا ما در این قسمت شاید تیچر هم داشته باشیم. ما یک از اینا رو انتخاب میکنیم و در قسمت هم در قسمت مثلا ما هر کدام از گزینه ها که وابسته به شخص بود میتونید اضافه کنید. خب ما میگیم مثلا اینا مدیر بودن و اینجا میتونید بعض توضیحات دیگر هم اضافه کنیم راجع به شما و در قسمت هم همون سند یا رفرنس لتر تان رو اضافه کنید. خب رفرنس لتر ما فرمت پی دی اف اینا باشه که ما میتونید در قسمت همین فایل خود رو انتخاب کنیم. خب میتونیم در قسمت فرمت پی دی اف، جی پی جی، پی ان جی اینا باشه و در قسمت دیرم آپلود میکنیم. خب در قسمت ما تونستیم تمام مشخصات خود را وارد کنیم و بالای و تمام مشخصات خود زمانی که وارد کردیم در قسمت بالای مین مینو میم و در قسمت میگه که برای کدام دوره شما میخواین میخواین برای کدام دوره ثبت نام کنید. مثلا ما میگیم بالای این دوره میخوایم ثبت نام کنیم و تمام مشخصات ما در قسمت وارد شده و همه اینا تیک خورده. خب در قسمت ما سکندری رو انتخاب کردیم و همچنان گفتیم که ما سکندری رو خواندیم. در قسمت اپلای میزنیم و در قسمت موافقت میکنیم و همچنان این را سیو میزنیم.
خب در این قسمت برای دیما صفحه میشیم. در این قسمت رو بالای نکست کلیک میکنیم و در این قسمت مو قصدنامه خود را باید نوشته کنیم که قصدنامه را هم کسایی باید قصدنامه دقیق بدونیم نوشته کنیم و در این قسمت بالای نکست کلیک میکنیم و در این قسمت گفته حداقل بیشتر از 50 کلمه و تا 2000 و در این قسمت گفته باید بیشتر از 50 کلمه باشه، حداقل 50 کلمه باشه. در این قسمت ما تعداد کلمات ما کم است و ما تا تمام ما قصدنامه خود را در این قسمت مشخصاش وارد میکنیم هر قدر بود و تا 2480 تا کرکتر ما حق داریم که هم قصدنامه خود را جای بدیم و در این قسمت بالای نکست کلیک میکنیم و اگر باز هم قسمه دومی را هم خواستین در قسمت باز هم اضافه میکنید و تمام مشخصات شده دوباره اضافه میکنید و در قسمت دیرم یس میزنید و باز هم تعدادش کم است، ما باید تعدادش زیاد کنیم. خب برمیگرده تمام قسمه که شما را ایجاد میکنید. خب دوستا در این قسمت از ما شما سوال کرده که آیا شما قرآن کریم رو خوانده میتونید؟ اگر خوانده میتونید میگین کن رید و اگر نمیتونید کل مشخصات خود در این قسمت اگر حفظ کرده بودیم ممرایز میزنیم و در این قسمت ما کن رید و نکست رو میزنیم و در این قسمت گفته معلومات اسلامیتان چه قسم است، ما میگیم میکسیم میدیم هست یا مثلا میگیم خیلی ضعیف است یا میتونیم خیلی بگیم عالی است. خب ما میگیم حالت متوسط و در این قسمت کامپلیت. خب در این قسمت گفت که به صورت کامل شما تانستین مشخصات خود وارد کنید، بعد دوباره بخش نکست مین و در این قسمت باز همین مراحل را باید ما پر کنیم. در این قسمت گفته اینترویو پلیس، همون مکان اینترویوتون را مشخص میکنید کدام ولایت، ما مثلا میگیم افغانستان است کدام ولایتش. در این قسمت ولایتش را برای ما شما لیست می مثلا در کدام یکی از ولایت ما میگیم بلخ باشه و در این قسمت ما تونستیم مکان اینترویو خود را هم ذخیره کنیم و در این قسمت بالای نکست کلیک میکنیم و همچنین در این قسمت برمیگرده برای ما و شما اسکیل رفرنس یا مکتب خود را انتخاب میکنیم، دانشگاه های خود را که در کدام رشته یا کدام دانشگاه کدام مکتب ما میخوایم ادامه تحصیل بریم. خب در این قسمت اما لیست مکاتب است، ما میتونیم اینا رو انتخاب کنیم و مکاتبشون محدود است. در این قسمت برای ما و شما چند دانه هست، ما میتونیم اینا رو انتخاب کنیم و در این قسمت اعلام میکنیم. ما میگیم همچنین مکاتب رو ما انتخاب میکنیم، مثلا 3 تا 4 تا رو انتخاب میکنیم و در این قسمت میبینیم که محدود است چند تا مکتب است، مثلا ایرم انتخاب میکنیم و در بالا میایم بالای نکست کلیک میکنیم. و دوستان عزیز این مرحله آخر است و اگر شما زمانی که تمام مشخصات خود را وارد کردین اگر مطمئن بدید که مشخصات و اطلاعات را که به خاطر ثبت نام ای-بورسیه تکمیل پر کردین میتونید سیو را کلیک کنید و اگر میخواین دوباره مرور کنید بالای پریویوز بین و قبلا دوباره تمام مراحل را مرور کنید و در این قسمت میتونید بالای سیو کلیک کنید و اگر مطمئن بدین میتونید یس کلیک میکنید. چون ما این کار انجام نمیدیم به خاطر که برای سیستم و همون دیتابیس اینا کدام مشکلی پیش نیاید و معلومات ما به صورت موقتی بود و اطلاعات ما مشکل داشت، به این خاطر ما را کلیک نمیکنیم. دوستان عزیز این بود ویدیوی آموزشی امروز ما. امید است که مفید واقع شود برای شما عزیزان و همچنین بتونید از فرصت‌های تحصیلی بیشتر استفاده کنید. باز هم جهان سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین و این ویدیوی آموزشی تا آخر نگاه کردین. برای حمایت ما میتونید کانال ما را سابسکرایب کنید و از دوستانتان هم دعوت کنید تا در کانال ما بپیوندند و از آموزش‌هایی که ما میگذاریم استفاده کنید. موفق و پیروز باشید.